تیم یما پترول قهرمان لیگ برتر بزکشی افغانستان شد. تیم یما پترول توانست در ششمین دور لیگ برتر بزکشی افغانستان جام قهرمانی را برای سر ببرد. مسئولان فدراسیون ملی بزکشی میگویند که در بازی فاینال این رقابت‌ها قرار بود بازیکنان یما پترول در برابر چرخاندازان ولایت بدخشان پا به میدان رقابت بگذارند، اما بازیکنان سرپل به بازی در برابر آن حاضر نشدند. محمد فهیم نظری معاون فنی این فدراسیون میگوید که به دلیل تخطی انضباطی سرپل در بازی فاینال یما پترول قهرمان و جوانان فاریاب نایب قهرمان این مسابقات شناخته شدند. گفته می شود که کمیته برگزاری ششمین دور لیگ برتر بزکشی تیم سرپل را به دلیل نقض قوانین کمیته برگزاری تا مدت نامعلومی از شرکت در این لیگ محروم کرده است. اداره ورزش میگوید که در پایان این مسابقات گروه کمپانی های یما پترول برای تیم قهرمان، مسئولین برگزاری مسابقات و داور بین‌المللی این رشته 3 اراده موتر و مبلغ $50,000 را برای تیم یما پترول به طور هدیه اهدا کرده است. همچنان توسط یک تن از تجاران ملی کشور 2 اراده موتر نیز برای عتیق مختار بازیکن تیم ولایت بدخشان و ریاست فدراسیون بزکشی ولایت بدخشان اهدا شده است. گفتنی است که رقابت‌های فصل ششم لیگ برتر بزکشی و نیزه‌بازی کشور میان 11 تیم از ولایت‌های مختلف کشور از 10 روز به این سو در کابل جریان داشت که با قهرمانی تیم یما پترول و نایب قهرمانی جوانان فاریاب به پایان رسید.